سخت کوش بودن به چه معنی است؟ فکر کنم اکثر شما این کلمه را شنیده باشین ولی زیاد ازش چیزی ندونید. من در این ویدیو میخوام در مورد سخت کوش بودن صحبت‌هایی بکنم و 5 تأثیر مثبت سخت کوش بودن رو بهتون بگم. تا آخر ویدیو همراه من باشین تا تمام نکات رو به خوبی یاد بگیرید. صاحب یادتون نره، بریم سراغ ویدیو. بزن بریم. سخت کوش چیست؟ معنای لغوی سخت کوش به کسی که کار روزانه را مداوم و با انرژی زیاد انجام می‌دهد میگویند. این کار می‌تواند فیزیکی، ذهنی و یا در برخی موارد احساسی باشد. تعریف سخت کوش از فردی به فرد دیگر متفاوت است. برخی ممکن است آن را کاری شبانه روزی بدانند و برخی دیگر ممکن است آن را به عنوان تلاش مضاعف و برخی دیگر ممکن است این کار را بی‌وقفه برای رسیدن به اهداف خود بدانند. ویژگی‌های یک فرد سخت‌کوش: آنها بسیار وقت‌شناس هستند و همیشه کار خود را در زمان مقرر انجام می‌دهند. آنها بسیار قابل اعتماد هستند و همیشه به همکاران و هم نوعان خود کمک می‌کنند. آنها همیشه حتی قبل از اینکه کسی از آنها بخواهد کاری را انجام دهند، ابتکار عمل را به دست می‌گیرند و این نشان می‌دهد که اشتیاق آنها به انجام کار است. آنها بسیار منعطف هستند و در صورت لزوم آماده هستند تا ساعت اضافی کار را انجام دهند. آنها یادگیرنده هستند. آنها معتقدند که یادگیری بخشی از زندگی است و فقط درس خواندن در دانشگاه بسنده نمی کنند. در واقع شما هر روز یاد می‌گیرید و هر روز رشد می‌کنید. آنها فاعل هستند. آنها به حرف زدن اعتقاد ندارند، بلکه به کار کردن اعتقاد دارند. به زبان ساده میتوان گفت که افراد سخت‌کوش به این ضرب المثل معتقدند: در سکوت کار کن، بگذار موفقیت صدای تو باشد. آنها متمرکز هستند و اهداف واضح‌بینانه را حفظ می‌کنند که میتوان با آنها دست یافت. تا اینجا صحبت‌های مفیدی رو بیان کردیم. بریم سراغ ادامه ویدیو. چرا یک فرد سخت‌کوش باشیم؟ همانطور که قبلا اشاره شد، تبدیل شدن به یک فرد سخت‌کوش به شما کمک می‌کند تا بهترین نسخه خود شوید. حالا سوالی که در ذهن شما وجود دارد این است که داشتن این ویژگی ها به چه درد شما می‌خورد؟ خب، اولین چیز این است که یک فرد و یک آدم سخت‌کوش هرگز تسلیم نمی‌شود و این نگرش اگر تلقین شود شما راه زیادی می‌برد. هر شرکت یک فرد سخت‌کوش را می‌خواهد. آنها چنین افرادی را به عنوان یک دارایی می‌دانند. سخت‌کوش بودن به این معنی نیست که باید همه چیز را فدای کار کنید. اگر بتوانید سخت‌کوش باشید بدون اینکه تعادل کار و زندگی شخصی خود را برهم بزنید، این یک ترکیب عالی است که می‌توانید با آن برسید. اکنون اجازه دهید به موضوع عمیق‌تر بپردازیم و به برخی از مزایای سخت‌کوش بودن نگاه کنیم. تا اینجا فهمیدیم که ویژگی یک فرد سخت‌کوش یعنی چی. حالا بریم سراغ مزایای سخت‌کوش بودن. نکات مثبت یک فرد سخت‌کوش: سخت‌کوشی به رشد فرد کمک می‌کند. زمانی که یک فرد بتواند همه چالش‌ها کار کند، فرد به این حس اعتماد به نفس دست می‌یابد که می‌تواند با انواع موقعیت‌ها مقابله کند. این منجر به خودسازی می‌شود که آنها را از سایر افراد متمایز می‌کند. فرد مورد احترام قرار می‌گیرد و از نظر مافوق خود قابل اعتماد می‌شود. این به آنها کمک می‌کند تا به ارتفاعات بالاتر برسند و مسئولیت‌های بزرگتری را بر عهده بگیرند، زیرا می‌دانند که می‌توانند این کارها را انجام دهند. این به فرد کمک می‌کند تا زندگی خود را متعادل کند. اگر کار نباشد دردی وجود ندارد و از این رو هیچ سودی وجود ندارد. با این حال اگر آنها سخت‌کوش باشند سود بیشتری برای آنها دارد. سخت کار کردن هدفی را در زندگی برای دستیابی به چیزهای بیشتر ایجاد می‌کند. یک فرد سخت‌کوش در طول سالها دانش و تجربه به دست می‌آورد که به او کمک می‌کند تا از پیچ و خم‌های زندگی عبور کند. بریم سراغ بخش بعد. اهمیت سخت‌کوشی چیست؟ در زندگی پرمشغله امروزی، جایی که همه به دنبال میانبرهایی برای انجام کار خود هستند، سخت‌کوشی در حال از دست دادن اهمیت خود است. با این حال همه افراد موفقی که می‌شناسیم در زندگی خود برای رسیدن به اهداف خود تلاش کردند. همانطور که می‌گویند هیچ میانبری برای موفقیت وجود ندارد. بنابراین اکنون ببینیم که چرا سخت‌کوشی نقش مهمی در زندگی ما دارد. سخت‌کوشی همیشه نتیجه می‌دهد.
اگر سخت کار کنید و مصمم به انجام آن باشید، هیچ چیز نمیتواند شما را متوقف کند. یک فرد سخت‌کوش پشیمان از کار خود نیست، زیرا همیشه کارهای مهم را انجام می‌دهد و برای رسیدن به اهداف خود این مسیر اضافی را طی می‌کند. یک فرد سخت‌کوش یا مثبت‌اندیش از درون مثبت‌اندیشی و شادی را به اطراف خود می‌پراکند و آن را به بیرون می‌تاباند. یک فرد سخت‌کوش سعی می‌کند معنای واقعی زندگی را رمزگشایی کند و از آن نهایت لذت را ببرد. وقتی کارتان را دوست دارید، دیگر لازم نیست برای آن سخت تلاش کنید، زیرا علاقه یکی از شروط اصلی انجام کار است. سخت‌کوشی برای بقا در دنیای امروزی ضروری است. سخت‌کوشی به ما می‌آموزد که به خود متکی باشیم و به تلاش ادامه دهیم. بریم سراغ بخش بعد. بریم. تأثیر سخت‌کوشی در زندگی شما. سخت‌کوشی فقط یک ویژگی نیست، بلکه به ساختن شخصیت شما نیز کمک می‌کند و شما را به عنوان یک شخص موفق تعریف می‌کند. در زندگی روزمره ممکن است بارها دیده باشیم که والدین و معلمان و کارفرمایان از ما می‌خواهند که برای نتایج بهتر در کاری که انجام می‌دهیم تلاش بیشتری کنیم و به زبان ساده آنها می‌خواهند سخت‌کوشی را یاد بگیریم و برخی افراد از این ویژگی استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر این را راهی غیر ضروری برای انجام کارها می‌دانند. بیایید ببینیم سخت‌کوشی چه تأثیر مثبتی در زندگی ما دارد. به بخش آخر رسیدیم. 5 تأثیر مهم و مثبت سخت‌کوش بودن رو بهتون بگم. بریم. 1. توسعه مهارت‌های فردی. به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه دهید. وقتی شخص کار می‌کند، ذهن شما هرگز خفته نیست. هر بار که کاری را انتخاب می‌کنید، اولین کاری که انجام می‌دهید این است که در مورد آن تحقیق کنید و از این طریق دانش بیشتری رو به دست می‌آورید و مهارت‌های خود را توسعه می‌دهید. 2. افزایش اعتماد به نفس خود. سخت‌کوشی به شما کمک می‌کند تا از تمام شرایط ناهموار عبور کرده و کار را کامل کنید. این باعث ایجاد اعتماد به نفس در شما می‌شود. همانطور که بیشتر یاد می‌گیرید، این اعتماد به نفس شما را به این باور می‌رساند که اگر رویکرد درستی داشته باشید، می‌توانید از هر کاری که بخواهید را انجام دهید و از پس هر کاری بر بیایید. 3. فرصت‌ها درب شما را خواهند زد. فرد سخت‌کوش هرگز خیانت نمی‌کند. اگر سخت‌کوش هستید، قطعاً اطرافیانتان متوجه شما می‌شوند و به شما کار می‌دهند. یک فرد سخت‌کوش خودساخته است و هر شرکتی به کارمندی نیاز دارد که تمام تلاش خود را برای شرکت انجام دهد و چیزهای جدیدی را روی میز بیاورد و فرصت‌های جدید را ایجاد کند. فرصت‌های شما را برای کار به حداکثر می‌رساند و همچنین به شما کمک می‌کند تا نام خوبی برای خود داشته باشید. یعنی اینکه بتونید یک شخصیت قوی و یک اسم پرآوازه برای خودتون درست کنید. 4. رفاه. هرچه بیشتر سخت کار کنید، درآمد بیشتری کسب می‌کنید و بیشتر رشد می‌کنید. در دنیای امروزی شروط و معیار بسیار مهم برای بقا ثروت یا همون رفاه است. از این رو مهم است که سخت کار کنید و پاداش آن را به دست آورید. رفاه باعث شادی و امید به زندگی شما می شود. 5. مثبت بودن. وقتی سخت کار می کنید، می دانید که تمام تلاش خود را کرده اید و از این رو پشیمان نیستید. این امر مثبت را در شما پرورش می دهد که یک فرد مثبت همیشه به جنبه مثبت نگاه می کنه که کار را برای او آسان‌تر می کند. آنها می توانند با هر شرایطی سازگار شوند و تحت هر شرایطی کار کنند. مثبت نگری نه تنها بر زندگی شما، بلکه بر اطرافیانتان نیز تأثیر می‌گذارد. از این رو شما و اطرافیانت را خوشحال می‌کند. در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که سخت‌کوشی یک ویژگی اساسی در دنیای امروزی است. افرادی که آن را دارند می‌توانند به هر چیزی دست یابند. بنابراین اگر می‌خواهید فردی سخت‌کوش باشید،
پس شایسته موفقیت هستید. و در آخر 3 سوال ازتون میپرسم. میتونید یه جا یادداشت کنید و از خودتون بپرسید و ذهنتون رو درگیر کنید و به سوالها پاسخ دهید و خودتون رو بهتر بشناسید. 1. کار سخت در مقابل کار هوشمند. 2. چه چیزهایی برای یک فرد مفید است؟ شانس یا سخت‌کوشی؟ 3. آیا سخت‌کوشی واقعی نتیجه میدهد؟ خب میتونید به این سوالها پاسخ مناسب رو بدین و خودتون رو بهتر بشناسید.